بله، مایه افتخار است که نسل جوان دوران صاحب استقلالی کشور پیوسته در راه آرزوها قدم‌های استوار می‌گذارد، ایجاد می‌کند. در صحبت ما هستند جنت الله عبداللهیف، آوازخوان انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید به استودیوی تلویزیون تاجیکستان. بیشتر جوانانی هستند که امروز راه آوردن به صنعت اصیل، به صنعت آوازخوانی و شما از جمله آن جوانانی هستید که بیشتر در بین بینندگان با عنوان یک جوانی که ترانه‌های سرشار از محبت و صداقت به این سرزمین، به این وطن می‌سراید. در آغاز صحبت من می‌خواستم راجع به فعالیت ایجادی خود از دوره‌های دانشجویی و پیدا گشتن محبت نسبت این کسب یک کمی برای بینندگان روشنی می‌انداخت. اصلا از خوردی همین شوق حافظی در دلم بود. من بعد ختم مکتب میانه سال 2016 به دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسون زاده داخل شدم. به من بسیار استادا خیلی دستگیری کردند. از استادا بسیار چیزا را آموختم و سال 2020 به کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به انسامبل دریا کار و فعالیت را شروع کردم. قبل از اون که مثلا به پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه بیاید، در ناحیه مثلا بیشتر سرودخوانی میکردید در محفل های خردی مکتبی یا که مثلا بعضی چهاربینی‌های فرهنگی که در آنجا میشد؟ بله، در چهاربینی فرهنگی اشتراک میکردم. مرا پدرم نیز سرینده بودند و برادرم شاهین عبداللهیف در انسامبل فلک کار فعالیت دارد. شاید ذوق هم باشد. در برابر آن که شما به استودیوی تلویزیون تاجیکستان آمدید، در دست شما اسباب ملی دنبوره رو دیدم و این واقعا خوشحال کننده است که نسل جوان امروز به همین اسباب های ملی رو میارد و بیشتر کوشش میکند که در سرود و ترانه های خود اینا را استفاده برد و عموما زنده سرایی با همین گونه اسباب های ملی امروز در بین جوان رایج شده است. خب میگفتید که در برابر دنبوره باز چگونه مثلا اسباب های ملی را نواخته میتونید؟ اسباب دنبوره خیجک یا به پرده بسیار اسباب مشکل هستند. خیلی دنبوره که دست خوردی در خانه می نواختند و این اسباب عادت کردیم. بیشتر دنبوره استفاده میکنم. خب فرصت است بسیار مناسب عین حال برای بینندگان تلویزیون تاجیکستان که پارچه از یک ترانه رو زمزمه کنید. مرحمت. میکنم شکرانه امروز و فردای وطن، دوست میدارم به جان و دل سر و پای وطن. تاجیکستان گویم و جانم حضوریستان شود، سر به بالا میکشم از قدر والای وطن. تاجیکستان جنتی روی زمین باشد مرا، چشمی من سری ندارد از تماشای وطن. چشمی من سری ندارد از تماشای وطن.
کنم هر جا اگر یادی وطن را، جلوی نو دهم حرف و سخن را. کنم هر جا اگر یادی وطن را، جلوی نو دهم حرف و سخن را. اگر در سوختن باشد محبت، زی من آموز دایم سوختن را. وطن هرگز یادی من نرفته است، شکوهی شل از گلخن نرفته است. اگر شاعر بود مرغی سخنگوی، زی من عشق سخن گفتن نرفته است. اگر شاعر بود مرغی سخنگوی، زی من عشق سخن گفتن نرفته است. وطن نه ده و نه خانه من، وطن شعر نه افسانه من. وطن نه ده و نه خانه من، وطن شعر نه افسانه من. وطن باشد دلی خلقی عزیزم، سخن حرفی لبی جانانه من. وطن باشد دلی خلقی عزیزم، سخن حرفی لبی جانانه من. جهان سپاس. سلامت باشید. خوب بینندگان عزیز، بار دیگر خاطررسان میکنیم که صحبت داشتیم با جنت الله عبداللهیف، آوازخوان انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. برنامه ما ادامه دارد، ما را همراه باشید.